با ما در ست سلام صبح بخیر. جناب دکتر صاحب احسان الله احمدی است، استاد پانتون طبی و در رابطه با نقش مؤثرین طب در آینده سکتور طبی افغانستان صحبت می داشته باشیم. دکتر صاحب سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شما جناب عباسی صاحب و همچنان بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، دکتر احسان الله هستم در خدمت شما. سلامت باشین. در رابطه با یکی از موارد خیلی مهم صحبت می داشته باشیم. سکتور طبی افغانستان نیاز به جوانای بیشتر داره، نیاز به کار بیشتر داره که ان شاء الله پیشرفت و دستاوردهای داشته باشیم در قبال و الحمدلله داریم تا این حد. بیاین در رابطه با این از اینجا آغاز بکنیم که چگونه ارزیابی میکنین سکتور طبی افغانستان را، فعالیت‌هایش را، پیشرفت‌هایش را، دستاوردهایش را و فعلا چگونه است؟ بعد روی سوالات دیگه خواهد رفتیم. بالکل. سکتور طبی افغانستان به گفته شما نیاز داره به کادرهای زیاد و همچنان به کسای زیادی که فرضاً مسلکی باشه و به این مسلک داخل شه و به خدمت کنه. ولی از لحاظ زیاد ما کتان کم مخالف هستم، به خاطر که زیاد کار نداریم، با کیفیت زیاد کار داریم. به خاطر که کیفیت اولین چیزی است که گپ میزنه، به ما خاطر کیفیت باید گپ اول بزنه در بین سکتور طبی افغانستان. سکتور طبی افغانستان فعلا در یک جایگاهی هست که خوب است. خوبتر خو گفتن نمیتونیم ولی خوب است. از لحاظ از یک ما گفتم میتونیم یعنی زیاد کار نداریم، خوب است. نه، زیاد خود کار داریم. حالا ما سر ان شاء الله سر این مسئله خود آمدیم. در سکتور طبی افغانستان ما که کار داریم در بخش تشخیص کار داریم. فرضاً سکتور طبی افغانستان که ضعف داره از لحاظ تشخیص، یعنی فرضاً لابراتوار ما خیلی چی داریم. فرضاً در سطح افغانستان ما در بخش رادیولوژی خیلی کمی و کاسی زیاد داریم. فرضاً سی تی اسکن و ام آر آی کسایی که تحلیل میکنه به او اندازه ما زیاد نداریم. به خاطر از حکومت و از جوانای عزیز ما و شما خواهان اعظمی هستیم که بیاید در این بخش رادیولوژی کمی تشویق شوند و همچنان اینجا به سکتور طبی افغانستان کمی خدمت کنه و خود دیز راسته برسانه و تا که کمی کاسی که در بخش تشخیصی افغانستان است، یعنی سکتور طبی افغانستان است، رفع شود. یعنی اگر ما این مقایسه کنیم که فرضاً کشورهای همسایه، سکتور طبی افغانستان از لحاظ داشتن متخصص و همچنان کسایی که تداوی مریض میکنه تا حد زیاد خوب است. ولی متاسفانه که ما مشکل داریم، اما مشکل عمده ما در بخشی است که ما فرضاً چطور بتونیم یک سرطان، چطور بتونیم فرضاً یک مرض یک عکس سی تی اسکن و ام آر آی تحلیل کنیم سخت است و همچنان کم است. خیلی به شدت کم است. اگر ما ایراد در ولایت مرکزی مثال بتین داریم ولی متاسفانه در ولایت دوردست، به خاطر که ما شما از سکتور طبی باید تعریف کنیم. سکتور طبی باید طوری باشه که به طور بسیار عادلانه بین مرکز و ولایت پخش شده باشه. فرضاً می خدمات صحی که داریم، فرضاً چیزی که در کابل است در بدخشان هم باید عین چیز باشه. فرضاً یک کسی که در کابل است به یک بخش یک خدمت صحی فرضاً دسترسی داره، اما خدمت صحی باید به بدخشان و فرضاً به هلمند و فرضاً به نادالی هلمند و بر یک طرف کنج افغانستان هم برسه. بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی بکار نیاز داره، بخشای است و دستاوردهای هم داشتیم. دستاوردهای خیلی زیاد داریم، از او چشم پوشی نمیشه. پیشرفتایی که صورت گرفته کدام پیشرفت‌ها بوده؟ پیشرفتایی که صورت گرفته خصوصا در حکومت که ما و شما داریم الحمدلله پیشرفت خیلی مهمه که در بخش طبی صورت گرفته. یکی از مثالای از اون ما میتونیم گفته پانتون اینترنشنال یا بین المللی افغانستان ما و شما گفته میتونیم که در بخش صحی فرضاً خصوصا بخش میکروبیولوژی و همچنان در بخش صحت عامه برنامه‌های خیلی خوب داره. فرضاً برنامه‌های ماستری ایجاد شد و برنامه‌های دکترا ایجاد شد و طبق از اون ما میتونیم کادرهای بسیار خوب و بسیار مسلکی و با تجربه وارد سکتور طبی افغانستان کنیم تا که از تجربه و همچنان از کیفیت علمی از جامعه برخوردار شود و برای مردم ما شما خادم باشه. درست. در این مسیر خالیگاه‌هایی که وجود داشته شما در پانتون تدریس میکنید و بیشتر با کسایی که در این بخش کار بکنه خودش متخصص همان بخش باشه، خالیگاه ها و مشکلات و پیشرفت ها و تمام موارد برش معلوم میکنه. کدام بخش های ما زیادتر نیاز به کار داره؟ قسمی که براتون گفتم در طبابت که هست سه بود داریم. درست. بود اولی است که ما یک مرض میخوایم تشخیص کنیم، اول باید از مریض تاریخچه بگیریم. بود دوم ما ای است که دکتر با علمیت و ظرافتی که کسب کرده از کتاب و این چیزا یک تصمیم بگیره که این مریض کدام مرض خواهد داشت. بود آخری که مهمترین یعنی به معنای مهر است، یعنی مهر میزنه که این مرض 100% فلانه مرض است، اون معاینات لابراتواری است. درست. در افغانستان کمی زیادی که ما داریم در بخش معاینات لابراتواری داریم. مثلا ماشینری و تکنولوژی و فرضاً استفاده از تکنولوژی معاصر خیلی زیاد ما
عمده در چین داریم. همین ما را نسبت به رقیبای ما شما که کشورهای همسایه هستن بسیار ما را کم. نیروی صحی چقدر مهم است؟ نیروی صحی خب کار است دیگه. کسی که فرضاً ما گفته میتونیم باعث تیر کمر است دیگه. نیروی صحی داریم فعلا؟ نیروی صحی تا حد داریم، با او حدی که ما و شما ضرورت داریم. فرضاً در ولایت قسم گرفتان گفتم که عادلانه ما همه خدمات صحی را به کل ولایت افغانستان برسانیم نداریم. داشتن نیروی صحی مثبت تمام میشه یا داشتن نیروی صحی متخصص؟ همین گپ من اول زدم که تنها این نیست که فرضاً ما باید سالانه 1000 دکتر فارغ بتیم و او وارد جامعه شود و او مردم تداوی کنه. نه، ما باید به جای 1000 نفر 100 نفر متخصص و متحد و مسلکی و به گفته علم دینی حاذق وارد جامعه کنیم تا که این دکتر هم مسئولیت خود را درک کرده باشه و هم در قبال جامعه مسئولیت پذیر باشه. یعنی ما دکترای مسئولیت پذیر کار داریم، ما دکترای کار داریم که فرضاً در جامعه شما واقعیت خادم شود و خادم واقع شود. واقعیت یک کسی که واقعیت مسئولیت پذیر باشه و مسئولیت پذیری را از زمان پانتون، از زمان فاکولته، از زمانی که در صنف می باشه یاد میگیره. فرضاً در قبال وقت به وقت آمدن به صنفش او توجه میکنه، به قبال حاضریش بسیار مسئولیت پذیر می باشه، از همه مهمتر در قبال درسایش بسیار مسئولیت پذیر باشه. اگه این مردم ها کسایی که فرضاً علوم طبی نمیخواد چی کنه مسلکی یاد بگیره، اگه این مردم ها ای سی بود در صنف مسئولیت پذیر نبود، اون ما به ضمانت برتون میگه وقتی که از فاکولته فارغ شود یک سند بگیره بعد از اون نمیتونه در جامعه مفید واقع شود و امی است که سکتور صحی افغانستان به اعتبار شده در بین مردم. خیلی خوب. در قسمت خود نصاب تدریس بخش طبی ما سیستم خود تدریسی یا رساندن خود محصلین به هدف اصلی علمیشون تحصیلیشون چقدر کار شده و چقدر معیاری شده؟ فعلا کار به شدت جریان داره. الحمدلله فعلا همه استادایی که داریم فرضاً در پانتونای طبی خصوصا اون جایی که ما کار میکنیم کلشان در امی کوشش هستن تا که نصاب را برای محصلین معرفی کنن، مواد درسی را برای محصلین معرفی کنن تا که در آینده بر از ما مفید شود. نه او که فرضاً یک سمستر که یک مضمون میخونه با اون مضمون فرضاً 100 نمره که کار داره 80 85 بو برای پاس کنه. هر استاد آله در قبال ازی است که فرضاً یک تکست بوک اینترنشنال یا بین المللی برای محصل معرفی کنه تا که معیاری باشه با امو تحقیقات نوی که در جهان انجام شده، فرضاً با اون تحقیقاتی که فرضاً در جهان انجام شده و فرضاً یک چیزی به ثبوت رسیده و نو هست امو یک چیز نوینه برای محصل معرفی کنه. ان شاء الله کار بسیار شدیداً وجود داره ولی ای برای محصل هم یکم مربوط می باشه که امو بالای چپتر پانتون یا امو چپتر امو سلاید که استاد برش میته بالا از امو اکتفا میکنه یا اون محصل میره پشت مطالعه زیادتر، مطالعه اضافی و مطالعه که در بحث مسلکی بسیار کمک کننده. درست یک موضوع تازه که بود که خود پانزه طب سنتی همچنان ایجاد شد و جا گرفت در قسمت خود موارد تحصیلی ما. چقدر میتونه پردستاورد باشه و چقدر ارتباط شما با اونا دارین ندارین یا ایتی زمینه سازی شده؟ در بخش طب سنتی فرضاً حجامت داریم، فرضاً دیگه هم طب سنتی که ما شما داریم و انجام میشه طب سوزنی هم برش میگه. متاسفانه ما ارتباط با امرای ازوان ندارم و خوشبین هم نیستم بخشان دیگه. حتما حکومت است فرضاً اتکام دستکان همون کسایی که کارشناس هستن حتما با ضرورت شدیده و پانزه ایجاد کردن. به خاطر ما زیاد ارتباط ندارم. ما با این عقیده هستم که امی پیشرفته های نوینی که هست فرضاً امیال پیشرفته های نوینی که در سطح جهان صورت میگیره همون پیشرفته ها را فرضاً تکنولوژی معاصر و هوش مصنوعی را بیاریم در افغانستان تا که تشخیص مرض برای ما دیگه با او حد نباشه فرضاً که 10 سال پیش بود، 20 سال پیش بود، 1000 پیش بود، 1000 سال پیش بود. بیاریم با مو طریقای نو فرضاً با مو کشفیات نو که در بخش تداوی صورت گرفته. حال طبابت در جهان به این حد رسیده که دکتر در یک کشور میشینه و جراحی را در دیگر کشور انجام میده. این تیلی مدیسن میگه. و این پیشرفت‌های نوین بیاریم در افغانستان تا که خوب شود. دیگه نسبت به ضرورت باشه که اینجا. درست. اکثر اجزای ما، اکثر هموطنای ما یک حقیقت تلخی است که همیشه یاد کردیم، تکیه میکنن به کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه به خاطر تداویشون بیرن اون مسیر انتخاب میکنه. جدا از مسائل تکنولوژی، جدا از موارد ماشین، کدام چالش باعث شده که اجزای ما برن؟ مهمترین چالشی که در این بابت ایجاد شده یکی است که ما آگاهی عامه نداریم متاسفانه. یعنی این من میخواستم وقت یک کمی یادآوری کنم. یکی از مسئولیت های مهم یک محصل طب در زمان یادگیری علوم طبی ای است که باید یاد گیرد چطور بر یک جامعه آگاهی عامه برسانه. درست.
آگاهی ما نداریم از یک مرض. فرضاً یک مرض وقتی که یک 4 استیج داره، یک 4 درجه داره، متاسفانه ما افغان‌ها وقتی که در استیج 3 یک مرض برسیم بعد از او پیش دکتر میریم. فرضاً در استیج همون مرحله آخر یک مرض بریم که دیگه اگر تشخیص هم شود قابلیت تداوی فرضاً تداوی که در افغانستان فرضاً ما و شما داریم و او را پیشگیری کرده میتونیم، او دیگه تداوی نمیشه در وطن ما و شما. او به یک حالت نهایی میرسه دیگه و اعتبار است که اعتبار نداره مردم و اعتبار خود متاسفانه به فیصدی زیاد در اینجا ما و شما از دست داریم در سکتور صحی افغانستان. ما خاطر مهمترین که بود آگاهی عامه و آگاهی عامه است که مریض ما و شما تا که ضعف نکنه به اصطلاح عام براتون بگویم که نفت ما به دکتر و به شفاخانه نمیبریم. به خاطر یک چکاپ عمومی یک آگاهی ما داشته باشیم برای کسایی که فرضاً شکر داره، برای کسایی که فرضاً فشار خون داره، فرضاً برای کسایی که یک مرض دوم داره، یک ریسک داره، یک فاکتور خطر داره، و باید هر سال هر 6 ماه یک چکاپ عمومی انجام بده تا که برای تمام اعضایش معاینه شود و تمام اعضای زیر نظر داشته باشیم تا که خدا نخواسته اصلا نشه که به بیرون بره. آگاهی ما اینجا نقش خیلی مهم داره. خیلی خوب. یک مورد دیگه هم هست، موضوع ادویه‌جات در افغانستان. دوا قاچاق میشد، به اینجا آورده میشد، دوای بی کیفیت آورده میشد، روش کار صورت نمی گرفت. کارخانه های هم اینجا بود که دولت امارات اسلامی افغانستان اونا رو مسدود ساختن. کسایی که تخلف میکردن دستگیر شدن. ادویه‌جات غیر قانونی همچنان تولید میشد، بی کیفیت در بازار ما به فروش میرسید. این موارد چقدر فاصله را ایجاد کرده میان دکتران افغانستان و مردم افغانستان و فضای بی‌اعتمادی را شکل داده؟ بالکل جناب عباسی ثابت یک گپ است که امی تبابت تنهایی نیست که یک دکتر که استاتوسکوپ در گردنش باشه و در یک معاینه خانه شسته باشه او کل مسئولیت داره. نه، این یک کامپلکس است، یک مجتمع است. فرضاً دکتر است، کت دکتر فارماسیست است، کت فارماسیست لابرانت است. فرضاً یک دکتر یک مریض به ذهنش میاد که فلانه مریضی است، این دکتر بر لابراتوار معلوم میکنه، او بارش مهر میزنه واقعیت فلانه مریضی است. دکتر در یک نسخه نوشته میکنه فلانه دوا داده شو بر دواخانه بره. در اینجا بخش دوم طبی بسیار مهم است که عبارت از فارماسی یا دواسازی است یا بخش دوا هست. در اینجا ما باید دواسازایی را بسازیم. فرضاً بخش فارماسی برنامه‌هایی را داشته باشیم تا که یک کسی را ما به جامعه مثلا یعنی معرفی کرده بتانیم تا او دوای نو کشف کنه، دوایی را کشف کنه که بفهمه چی میته برای مریض. فرضاً اتو دواخانه هم ما شما داریم در خودم فرضاً در ولایت مرکزی. متاسفانه کسایی را در اونجا شانده باشه فرضاً تا فعلا عمر قانونی را پر نکرده باشه و این کلان خیانت است. خیانت خواهی میگه من میخواد فرضاً یک مریض پیش اولین جایی اولین مرجعی که مراجعه میکنه دواخانه هست یا نیست. دواخانه میره یک دوایی را فرضاً یک مرض دیگه میداشه باشه یک دوایی دیگه برش داده میشه. این سبب از این میشه که دو سری مریض برعکس تاثیر کنه. واسه کل سکتور صحی در اینجا متاسفانه در قسمت سکتور صحی افغانستان را کمک کرده. پانتونای خصوصی چقدر کمک کرده؟ پانتونای خصوصی دیگه پانتون تا پانتون فرق داره. درست. پانتونای خصوصی هم میتونه مفید باشه، هم میتونه بسیار مضر باشه. یعنی مضر هم نمیگم، بسیار مضر میگم. درست. پانتونای خصوصی اگر خودش به کیفیت کار کرد، اگر خودش فرضاً یک اما مسئولیت پذیری که از دولت میگیره، فرضاً این مسئولیت میگیره که فرضاً من میخوایم برای تو کادر فرضاً معرفی کنم، این مسئله پذیری خود بشناسه که تنها مثلا مسئله مالی نباشه، مثلا مسئله فرضاً عاید و تجارت نباشه. یک گپ دوم که تجارت و که عاید و فرضاً مسئله مالیش دوم داشته باشه که او عبارت از فرضاً این است که مسئولیت پذیری است در قبال ازمیه دیگه میتونه بسیار مفید تمام شه. نصاب خوب، نصاب با کیفیت، سمپای مجهز مهم نیست. فرضاً یک شفاخانه از یک پانتون است بسیار خوب راسته است. اتو راسته است که همین تو بری مثل یک پارک تفریحی وارد معلوم میشه. ولی ما برای پانتون برای تفریح نمیریم. ما برای پانتون میریم اگه دیوالش خاکی هم باشه و در صرف اتو کادرای داشته باشه تا که این مردم ظرفیتش بالا برده بتونه، در سن مواد را داشته باشه تا این مردم ظرفیتش بالا بتونه، اما تشنگی طبی افغانستان برآورده ساخته بتونه. و میخواد دو چی داریم بود داریم در اینجا. یک بود ما این است که میتونه مفید تمام شوه و اگه مفید تمام نشد متاسفانه که بسیار مضر تمام شدن. درست. خیلی سپاسگزار هستم من حیث یک استاد پانتون و جوان افغانستان که در بخش طبی و صحی قدمات گذاشتی و مسیر را دنبال میکنی. چه پیشنهاد داری به دولت امارات اسلامی افغانستان در همین بخش؟ بالکل در بخش سکتور صحی به حکومت امارات اسلامی افغانستان ما این پیشنهاد دارم که در بخش تشخیص خصوصا در بخش رادیولوژی
اگر امی پروسه و فاکولته لیسانس ایجاد شود بسیار خوب بود. بعد از لیسانس ماستری ایجاد شود، بعد از دکترایش ایجاد شود، تا که ما از امو نقصی که در این راستا داریم ما برایم و امو مریضای ما و شما به کشور بیرون مرز و همچنان راپورای ما و شما به بیرون مرز نره. و همچنان بخش بایوپسی و سرطان ها هم بسیار دیگه از پیشان خواهان هستیم که در این بخش یک توجه جدی صورت بگیره. و تشکر از شما همچنان. سپاسگزار هستم. تشکر از حضورتان دکتر احسان الله احمدی، استاد پانتون طبی و همچنان در رابطه با نقش مسئولین طب در آینده سکتور طبی افغانستان صحبت کردیم. تشکر از شما همچنان. تشکر از وقت گذاری شما. تشکر.